به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان گرامی، دانش آموزان و دانشجویان عزیز. درس سیوم است از سلسله درس های رایانه برای نوآموزان یا کامپیوتر برای نوآموزان. در درس گذشته، درس دوم، گفته گذاشته بودیم که ICDL چیست و کدام برنامه ها در تحت برنامه ICDL جایگیر شده است. یعنی یکم قسمش مفهوم اساسی فناوری اطلاعات بود، به زبان انگلیسی Concepts of Information Technology یا IT به شکل مختصر. بنابراین در این درس ما از همین قسم آغاز می نماییم، از قسم IT، و نگفته نماند بار دیگر خاطر رسان می نماییم که درس های ما برای نوآموزان هستند، برای نورسان هستند. بنابراین از همین جهت ما درس ها را به شکل مختصر گفته میگذاریم و در درس های آینده یا در کورس های آینده اگر وقت ها شد امکان پیدا کردیم این درس ها را بار دیگر به شکل مفصل، به شکل پره، بار دیگر برای کسانی که کم و بیش معلومات دارند برای اونها بار دیگر تکرار کرده میگذاریم. لیکن در نوبت اول عادتا درس های بنده همگی برای نوآموزان هستند. بنابراین درس ها را به شکل مختصر و کوتاه گفته میگذاریم. مفهوم اساسی فناوری اطلاعات به زبان انگلیسی چخیلی گفتیم Concepts of Information Technology یا به شکل مختصر IT. رایانه گفته همون کامپیوتر را در نظر داریم. رایانه یا کامپیوترهای فردی از 4 قسمی اساسی عبارت است. یعنی رایانه های فردی یا کامپیوتر فردی از 4 قسم عبارت است. یعنی قسم اساسی وقتی میگوییم به این قسم ها کار کردن غیر امکان است. یعنی گاه می شود که به مشوره کار کردن امکان دارد لیکن خیلی دشوار است. به واسطه صفحه کلید یا تخته کلید یا کلاویاتور میگیم کار کردن امکان دارد لیکن خیلی دشوار است. بنابراین این 4 قسم را قسم های اساسی کامپیوترهای فردی میگویند. کامپیوترهای فردی PC شون میگویند هم PC، یعنی Personal Computer. Personal Computer به زبان انگلیسی است و به زبان تاجیکی کامپیوترهای فردی یا کامپیوترهای شخصی، یعنی کامپیوترهای کلانی که در بعضی شرکت های استفاده می شود، نه به مثل او، یعنی یا به مثل کامپیوترهای مثلا کامپیوترهای لوحه‌ای میگویند یا که لپتاپ هم گوییم خطا نمیکنیم یا نوتبوک، اونها را در نظر نداریم. لیکن کامپیوترهای فردی شخصی که در روی میز استفاده می شود اونها را در نظر داریم. خب قسم یکم نمایشگر این رو با نمایشگر و مونیتور هم میگویند. مونیتور یعنی به زبان روسی اکران، اگر خطا نکنم اکران شاید گویند، و به زبان عربی شاشه میگویند، شاشه. به زبان انگلیسی اگر خطا نکنم مانیتور نیز میگویند، مانیتور. قسم دوم صفحه کلید یا تخته کلید، هر دو استفاده می شود. به زبان تاجیکی صفحه کلید یا تخته کلید، لیکن به زبان روسی کلاویاتور میگویند، کلاویاتور. به زبان انگلیسی کیبورد. به زبان عربی لوحة المفاتيح میگویند.
خب قسمی سوم جعبه یا جعبه رایانه. اصلا جعبه گفته یک چیزی چهارکنجه مثل قوطی یا که مثل چیزی که باشد که در درونی و یگان چیز رو جایگیر می نمویند اون رو جعبه می گویند. لیکن گاه جعبه رایانه نیز استفاده می شود. به زبان انگلیسی کیس، به زبان روسی اگر خطا نکنم بلوک سیستموی میگویند این رو. قسم چهارم مشواره به زبان روسی مشکه به فکر میگویند مشکه. این چیزها رو ما با کدام خاطر با چند لفظ میگوییم؟ زیرا که بعضی از ترجمه هایی که در اینجا ترجمه شده شاید که برای نوآموزان یا نورسان مفهوم نباشند، فهمو نباشند، بنابراین با دیگر لفظ ها نیز پیشنهاد میکنیم. شاید که در جای مثلا این رو کلاویاتور شنیدند و ما صفحه کلید میگوییم صفحه کلیدش چی باشد، بنابراین با زیاده از یک زبان تلفظ می نمویم تا که فهمتر شود. این چیز رو با زبان تاجیکی مشواره و با زبان روسی مشکه و با زبان انگلیسی ماوس، با زبان عربی فأر میگویند. خب این بود درس سوم. تا درس های نوبتی، خدا نگهدار.